دشمن واقعی ایران کیه؟ جوابش میدونم خیلی سخت نیست. جمهوری اسلامی 100%. یکم فکر کنین و خودتون قضاوت بکنین. کی بیشتر از همه خونه ایرانی‌ها رو ریخته؟ خب صدام حسین و اون جنگ تحمیلی 8 ساله قطعاً یه فاجعه بود و میلیون ها نفر رو به کشتن داد. ولی بعدش چی؟ قطعاً جمهوری اسلامی. این رژیم 10,000 ایرانی وطن پرست رو به قتل رسونده. کسایی که عاشق کشورشون بودن و جز آزادی و پیشرفت هیچ چیز دیگه نمیخواستن. اون عزیزانمون کسایی بودن که ایران و مردمشو بالاتر از دین و خرافات گذاشتن. حالا اینجا تناقض یا همانهی واقعی رو ببینید. یادتونه بعد از مرگ مهسا امینی توی اعتراضات رژیم مردم رو توی این خیابونا چجور قتل عام میکرد؟ خیلی تو اون لحظات ساکت موندن، ولی همون اشخاص یه دفعه وقتی پای حمله های اسرائیل و کشتن این جنایتکارهای بچه کش میاد صدای اعتراضشون بلند میشه. این واقعا آدم رو گیج میکنه. این دو پهلوی زدن ها و این استانداردهای دوگانه واقعا خیلی موسک و مسخره است واسه من. میدونی نکته جالبتر چیه؟ به این عکس خوب دقت کنید. یه ساختمان بلند چندین طبقه فقط 1-2 تا از آپارتمان‌هاش هدف گذاری شده و ویرون شدن که متعلق به این خونه‌شامان جمهوری اسلامی بودن. حالا اینو با عملیات به اصطلاح گسترده جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مقایسه کنیم که بی هدف و به قصد نابودی کل مناطق مسکونی شهرهای اسرائیل بوده که البته توسط آیرن دوم تقریبا همشون توی آسمان تبدیل به پشگل شدن. عرض معذرت. در نظر داشته باشین که اسرائیل براش راحت‌تر و کم خرج‌تر بود که کل ساختمونا رو نابود کنه، ولی اونا به خوبی میدونن که ایرانی‌ها رو روشنفکرترین ملیت منطقه خاورمیانه و همینطور یکی از بهترین دوست‌های دنیای غرب و حتی اسرائیل هستن. به عبارتی اسرائیل به خوبی میدونه که دشمن اصلیشون رژیم جمهوری اسلامیه و نه مردم آزادیخواه ایران.